است. یا آدم هم دین قضاش کردگی حدش میتونن با جماعت بخونن، اما اگر یک از قضاش پیشین ایتش قضاش عصر اینو جماعت کرده نمیتونه. اگر همین یک نماز باشه، نفس یک نماز باشه، انشالله قضایی با جماعت، پیغمبر با جماعت خود قضایی رو بخونه. فقط اگر قضایی کهنه باشه بهترش جماعت نکنی، آشکار نکنی. ولی اون که تو گناه کردی خدای تعالی هم گناهی تو را ستر کرده است، پوشانده است، او را آشکار کردن خوب نیست. قضایی را هم بهترش هم قضایی کهنه را طرزی بخونی که زنت نفهمه نمیخونه. اما مثال همین جماعت همه یک جای نماز قضا کردن با عذر همه کس قضایش هم میخونه، یکون مشکل نداره. شخصی که در خواب موند، مقصد قصد داشت که نماز بخونه و مبادا در خواب موند یا نماز فراموش کرد، فرام بعضا میشود نماز فراموش میشود. مثال اما آدم در سفر ای در یکون جای نماز نخونده است، آنمو گناهی در وقتش خوندن نماز عظیمش ساقط ای، فقط گناهی نخوندن ای همین کی که قضایش خوند به همین خلاص میشود. انا این الله تجاوز عن امتی الخطا و نسیان و ما استکره علیه. حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، میگه بیشک الله ذوالجلال از امت من چیزایی را که ناخواست به خطا میکنن، به فراموشی میکنن و کاری را که مجبورشون میکنن که اختیار داده است که چولش دهی مجبوری میکنن، همون را گناهشان میبخشن. امیر حاجی داملا حال سوال همین آدم میگه یکی در نیشاپور دانی چی گفت؟ چه فرزندش از فرضی خفتن میخفت. میدونی میگه در نیشاپور یک آدم چی گفت؟ اصلا نیشاپور یک مکان علم و معرفت بود. نیشاپور گهواره تمدن ای. در همه علم شریعت هم نیشاپور به حد منزلت داره که حتی با روایت میگن همین نظم از ابو سعید ابوالخیر گفته است و ماذا یصنع المرء ببغداد و کوفان و نیسابور فی الارض کالانسان فی الانسان. مردی با عقل میگه در بغداد و در کوفه چی نوع عقل میکنه، چیکار میکنه، در صورتی که نیشاپور نازنین ماندگی ای. این نیشاپور در روی زمین مثل گهواره که چشم در درون دیده انسان ای. اولی همین ببینه. دوم شخصیت بزرگ در علم حدیث امام مسلم نیشاپور ای. استادای امام بخاری همین استادای اساسیش که علم در نصشو گرفته است همه نیشاپوری هست. ببینه شیخ ابو اسحاق راهوی استاد حضرت امام بخاری این مردک نیشاپوری است. اگر همو علی مدینی را اگر استثناء کنیم دیگه شما شای نیشاپور نوخه. حتی هم یحیی زهلی که استاد شای بعدا خیلی سبب رونده شده شای نیشاپور هم شد، همون یحیی زهلی را همین نیشاپور است. دوستش مسلم نیشاپور است. در نیشاپور میگه در همون زمان امام بخاری 10,000 محدث بود است. تصور میکنه 10,000 محدث در مجلس حدیث در نیشاپور میگه با درجه آدم جمع میشید که در یگان شهر اسلامی او قدر آدم جمع نمیشید است. به همین خاطر امام بخاری اومد که در نیشاپور حلقه درس کنم تعلیم بتم. انا حلقش هم به حد کلان شد که همون استاد خودش اخیر حسد برد خونه آباد دشمنی کرده تهمت زد به حضرت. به حد مردم مقصد هم ذوق مراغ داشتن هم این نیشاپور هم مرکزی تمدن علم است. اگه شیخ سعدی میگه در نیشاپور میدونی میگه یک عالم بچه‌ش چی نصیحت کرد وقتی که بچه‌ش در خواب مانده خفتنش قضا شد. توقع مداره پسر در کسی که به سعی هرگز به منزل رسید. بچه‌م اگر عقل فراست داری گفت هیچ وقت امید نکن که کسی سعی نکنه به منزل میرسه. برای به منزل رسیدن سعی کردن در کن، جون کردن در کن. اوغام طعام اینا مایده کردن در پیش موندن میبره. همون را که نخوای چه خیلی قرتش میکنی. طمع دار سود و بی‌ترس از زیان که بی بهره باشند فارغ زیان. همیشه از خدا طمع سود داشته باش، طمع جنت داشته باش، اما از غضب خدا همیشه بترس. که آدمی که فارغ بالای در قصه دنیا نیست بی پروا او بی بهره در همین دنیا هم بهره نمیبره و فرد روز قیامت هم بی نصیب. چنه در سفر
محقق‌ها و علما میگن که اصلا همین سنت‌های مؤکده که هستند، سنت‌های مؤکده ما همین 12 رکعتن در طول روز. 2 رکعت سنت بامداد، بله در پیشین 6 رکعت می شود، 2 رکعت دیگه در شام، 2 رکعت در خفته. همین نمازها سنت مؤکدن، یعنی تأکید شدن. تأکید شده که هسته شخصی که او را ادا نمیکنه بالاش مظنه عقوبت میغلطه. شاید برای این جزاش نتن، اما خوف اون میروه که فردا قیامت از شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم محروم میشود. یعنی از شفاعت پیغمبر کسی محروم شد کاری خدا او دیگه به زودی و به نزدیکی جنت نمیبینه. ببینید پیامبر کسی رو شفاعتگر است که بر جاده شرع پیغمبر است. حضرت کسی را طلب شفاعت میکنه که در جاده شریعت پیغمبر است، سنت پیغمبر را ترک نمیکنه. حضرت میگه من ترک سنتی لم ینل شفاعتی. هر کسی سنتی را ترک میکنه از شفاعت من محروم میشود. همین سنت سنن هدوی، همین خاصتا سنن مؤکده نماز. در سفر محققون میگن که سنت غیر سنتی بامداد، غیر هم درکت سنتی بامداد دیگه روش تأکید چه گم میکنن، دیگه مؤکده نیستن. اما یا نفل مطلق نمیشود، همونطور سنت هستن فقط سنت غیر مؤکده میشود. باز میگم با استثنای سنتی بامداد، سنتی بامداد مرده میخورید از جای باشی. این باقی مونده هاشه اگر ما بودو کسی نخون گناهگار نمیشه، انا مزنه عقوبت بولوش نمیگرده. اما اگر خون از فضیلت ثوابش پره برخوردار میشود، حتی از شخصی که در وطن میخوره ثواب زیادتر میگیره. برای همین گپ این جاهلایی را که در سفر نخوندن سنت گوش نکنه، این بدبختو نمیدونن که چی گفته استیان. پیغمبر چی جای سنت؟ پیغمبر در سفر نمازهای نفل میخوند پیوسته، در بالای شتر نفل خونده میرفته است. در روز فتح مکه مسافر بدن حضرت نمازها را قصر میخوند. در روز فتح مکه در صحیح بخاری اومده است این همین نماز اشراق، نماز ظهر 8 رکعت خوندگی حضرت، روایت امیهانی اومدگی. برای این گپوی سفسطه. خب فقهای ما چی میگن؟ میگن در حالت سفر اگر انسان در زمین باشه، فرض رو او زمین مسجد، مهمانخانه، یگون خانه، یگون پلشتکای سنت میخونه، سنت خوندنش سنت ای. اما اگر به شرطی که در حال حرکت باشه، در بالای اسب خرای، در ماشین ای، در سمالیوت ای، اگر ترکش کرد باکی نداره سنت. باز میگم غیر سنتی بوده. اما اگر خوندش هیچ جای شک شبهه نیست، همون فضیلت برکت همه بروش میرسه. خب اگه دلیل حجت چیه؟ بعضیان میگن که خیر این نفل از پیغمبر ثابت شده از خوندنش، نه که سنت ثابت شده نیست. کن در جامع السنن امام ترمذی کتابی که من دارم چاپ بیروت حدیثی رقم 552 روایت حضرت عبدالله ابن عمر اومده است. میگه صلیت مع رسول الله صلی الله علیه و سلم فی الحضر و سفر. همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم در وطن و در سفر نماز خواندگیم. فصلیت معه فی الحضر الظهر 4 و بعده رکعتین. همین نمازی پیشین میگه همراه حضرت صلی الله علیه و سلم در وطن 4 رکعت خوندیم، بعدش 2 رکعت و بعدش 2 رکعت و هم 2 رکعت سنت ای. و صلیت معه فی السفر الظهر رکعتین و بعده رکعتین. همراه حضرت صلی الله علیه و سلم همین نمازی پیشین در سفر 2 رکعت خوندیم، بعدش 2 رکعت، بعدش 2 رکعت، این همین 2 رکعت سنت ای. و میگه والعصر رکعتین ولم یصلی بعدها شیئا. نماز عصر حضرت 2 رکعت خوند، بعد عصر هیچی نخوند است. بعد عصر تو شام نماز نیست که نماز سنت نفل هیچی نیست. بعد میگه والمغرب فی الحضر و السفر سوا 3 رکعات و هی وتر النهار و بعده رکعتین. نماز شام همراه حضرت صلی الله علیه و سلم هم در وطن هم در سفر هم 3 رکعت خوندیم، کم و زیاد نمیشه. این شام، این شام ویتر روز ای، انا مثل نماز ویتر کم، مقصد کم و زیاد نمیشه. و بعدش میگه 2 رکعت،
بعدش 2 رکعت این 2 رکعت سنت بعد شام ای در جامع سنن امام ترمذی قال ابو عیسی هذا حدیث حسن ابو عیسی ترمذی میگه که حدیث حسن است همین حدیث در شرح معانی الاثار امام طحاوی اومده است با همین اسناد اومدگی بود زم کردگی او حضرتم در اونجا در دوامش اومده است میگه و صلی العشاء رکعتین و بعدها رکعتین حضرت فرض خفتن 2 رکعت خوند در سفر بعدش 2 رکعت اینا میگه 2 رکعت سنتی بعد خفتن برای این گپوی هم پلیفتگی گپوی سفسطه الحمدلله امروز سفر هزار هردش یک شده در خونه برعکس با وقت از یوتر میگیرن شاید نبیروهات بیاین مقصد اندرمان شاید به همسایه و دیگر اوخی در همین مهمان خونه در سفر ترا کی خمت میتا کی خلالت میرسونه یا در راه میرای خدا را شکر مسجدای نازنین خشرو خط ایرا در مسجد را کی خلالت میرسونه عجیب گپ ده